اون قدیما شب یلدا فرصت خوبی برای گفتن خاطره و دور هم بودن و خلاصه گفتن و شنفتن. اما حالا تو عصر ارتباطات میشه از همین فرصت بلندترین شب سال برای خیلی کارهای دیگه استفاده کرد. مثلا یکیش میتونه یه ارتباط تصویری جمع و جور با آقای موشکاف باشه. سلام آقای موشکاف، حال شما چطوره؟ یه سلام دبش به بلندای شب یلدا تقدیم به همه شما دوستای گلم. شب یلداست با وقت اضافی، کنم بهر شمایان موشکافی. چو غم آمد به قصد حالگیری، تو با شادی بکن آن را تلافی. والله نمیدونم شب یلدا رو باید تبریک گفت، شاد باش گفت، خلاصه هرچی که هست برقرار باشید رفقا. قربون شما آقای موشکاف. ببینم چه خبر موشکافی شدم چیزی دارید؟ خبر که فت و فراوونه. از کدومش براتون بگم؟ از دعوای آخوندا سر لحاف خبرگان، یا از حلوا پزون اکبر کوسه برای خامنه؟ میگن بعد این که اکبر کوسه صحبت مرگ عزوار کرده، سیدعلی خیلی پکر شده. مجتبی اومده با آقاش دلداری بده، بهش گفته بابا مرگ دیگه، در خونه همه رو میزنه. امام با اون دبدب و کبکبش مرد، پاسدار همدانی با اون همه درجه مرجش ترکی. تو که یه ولی فقیه مفنگی بیشتر نیستی، خب سقط میشی میره دیگه. خب آقای موشکاف، با این حساب روند تحولات رو چجوری ارزیابی میکنید شما؟ آقا این روزا هم خامنه، هم اکبر کوسه و هم ماشین لباسشویی یه شباهت مشترک با هم دارن. میدونید وجه تشابهشون تو چیه؟ نه والا، تو چیه؟ هر ستاشون تو کفن. کوسه تو کف رابطه با آمریکاست، سیدعلی هم تو کف طلسم شکستش، ماشین لباسشویی هم که روشنه. ته خط نه کوسه به تاج و ریشش میرسه و نه عظما به اقتدار نداشتش. خب جناب موشکاف، از اینجایی که امشب شب یلداست، نمیدونم خاطره چیزی از شبای یلدای اون قدیما داریم برامون تعریف کنیم؟ خاطره؟ تا دلتون بخواد خاطره دارم. یادمه یکی از شبای یلدا رفتم یه هندونه خریدم، بردم منزل آقا جون خدا بیامرزم، ایشالا هرچی خاک اونه عمر شما باشه. بزرگ خاندان موشکافا بود. آقا نشستیم زیر کرسی و هندونه رو قاچ کردیم، دیدم ای دل غافل رنگش سفیده. آقا ما رو میگی خیلی کنف شدیم. آقا جونم گفت موشی جون، اون موقع هنوز من موشکاف نشده بودم، بهم میگفتن موشی. گفت موشی جون میدونی چرا رنگ این سفید شده؟ گفتم نه. گفت چون ترسیده از نظر هندونه تمام آدما چاقو کشن. بعدم گفت میدونی فرق پیاز با هندونه کال چیه؟ وقتی پیازو قاچ میکنن چشت میسوزه، هندونه کال رو یه قاچ میکنن دماغت میسوزه. ممنون آقای موشکاف، با بهترین آرزوها برای شما و همه دوستان موشکافتون. حالا میریم سراغ ادامه برنامه‌های ویژه‌ای که امشب به مناسبت شب یلدا برای بیننده‌های خوبمون در سراسر جهان در نظر گرفتیم.